دوست دارید که اینقدر سیلنترن داشته باشید که ندونید باش چیکار کنید؟ یا هر بلاک اوشن مانیمنت دیگه ای فرقی نمیکنه. شاید هم دلتون بخواد این وسط یکم ماجراجویی کنین و سر به سر گاردینان بذارین تا کلی ایکس پی بهتون بده. خب سلام، چطوری رفقا؟ حالتون چطوره؟ من محمدم و امروز قراره که با هم دیگه این مگا گاردین فارم فوق‌العاده رو بسازیم. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره و اگر این کار کردین بریم سراغ ساختنش. خب اول از همه بذارید که بهتون نشون بدم این فارم چطوری کار میکنه. دو تا پلتفرم داره که یکی اون بالاست و یکی این پایینه. این پایینی سه تا پورتال داره که باعث میشه همه گاردینا برن تو پورتال و از اون بالا سر در بیارن. باید اینم بهتون بگم که توی چانک خیلی مشخصی ساخته میشه و باید دقیقاً یکی از گوشه‌های مانیمنت باشه. خب پلتفرمش این شکلیه و کفش هم اسکافولدینگه. اسکافولدینگ برای اینه که وقتی که سولسن میذاری زیرش بتونن گاردینا به بالا پرتاب شن و برن توی پورتال. حالا میرسیم به اصل کار که این بالاست، تو ارتفاع 160. وقتی که گاردینا از اونجا وارد پورتال میشن از اینجا سر در میارن. همونطور که میبینید کلی چیز اینجا هست که خودش نشون میده چقدر این فارم بزرگه. اوه دارم میاد. اونا وقتی از بالا میفتن مثل آبشار سرازیر میشن و بعد پلیر با یه ضربه میتونه بکشتشون. پلیر دقیقاً وای میسه اینجا و وقتی که اونا میمیرن دوباره گاردینای بیشتری اسپان میشه و دوباره میان اینجا. این فارم کالکشن سیستم خیلی باحالی هم داره که همونطور که میبینید آب باعث میشه لوتا برن توی هاپرا. باید بگم که این فارم واقعا فوق العاده است. خب برای ساختن این فارم اول از همه شما به یه اوشن مانیمنت احتیاج دارید. اوشن مانیمنتتون نباید هیچ خشکی کنارش باشه و این گوشه‌های سمت راست و چپش هم نباید به زمین نزدیک باشه. اگه به زمین نزدیک بود میتونید که یه اوشن مانیمنت دیگه پیدا کنید یا همینجا بسازیدش. این فقط باعث میشه که یکم لوتاش کمتر بشه. و اما بریم سراغ آیتمایی که احتیاج داره. شما برای این فارم به 3 استک و 34 تا گلس احتیاج دارین که رنگش آبی کردم. 3 استک بیلدینگ بلاک میخواین. بعد 6 استک اسکافولدینگ، 3 استک و نیم سولسن، 2 استک ابسیدین، 60 تا چس و بقیه چیزا. شما اینجا به چند تا اندرپیر احتیاج دارین برای رد شدن سقف بدراک و اینا هم به عنوان تمپراری بلاک استفاده میشه. در ضمن این 38 تا آیتم هم هر آیتمی که دلتون خواست میتونه باشه. خب همونطور که میبینید همه اوشن مانیمنت ها توی 4 تا چانک مشخص قرار دارن. شما بیایید جلوی در اوشن مانیمنت و یکی از کورنرهای راست یا چپ رو انتخاب کنید. من یکی رو انتخاب میکنم. بعدش دقیقاً گوشه مانیمنت رو پیدا کنین و با لیلیپد علامت بذارین. دقیقاً اینطوری. حالا F3 و G رو بزنید تا چانکاتون مشخص بشه و تا گوشه چانک پیش برید که میشه دقیقاً اینجا. بعدش برگردید و 3 تا لیلیپد اضافه کنید. زیر لیلیپد سومی 2 تا بیلدینگ بلاک بذارین. بیلدینگ بلاک اولی رو بردارید و به جاش اسکافولدینگ با یه تورچ بالاش بذارید. حالا از هر طرف این اسکافولدینگ 3 تا خارج بشید و بعد به هم وصلشون کنید. حالا دقیقاً از مرکز اینجا به سمت در ورودی مانیمنت که اینجاست 3 تا اسکافولدینگ برین جلو.
اسکافولدینگ چهارمی 2 تا بیلدینگ بلاک بذارید. بیلدینگ بلاک اولی رو بردارید و دوباره یه اسکافولدینگ با تورچ روش بذارید. حالا دوباره همون کار رو تکرار کنید تا یه پلتفرم بسازید. همه چیز دقیقاً باید این شکلی باشه. حالا بعد دو طرف اینجا 2 تا پورتال خیلی بزرگ بسازید که ارتفاعش 3 بلاکه. و بعدش این طرف هم همینطور. فقط یادتون باشه که با تورچ بالای سرش رو روشن کنید. حالا با بیلدینگ بلاک به ارتفاع 2 بلاک اینطوری به هم وصلش کنید. بعد روی بیلدینگ بلاک ها هم تورچ بذارین و از این طرف که میشه رو به مانیومنت دوباره بعد یه پلتفرم شبیه همین بسازید. یعنی دقیقاً این شکلی. اول اسکافولدینگ های مرکزی رو مشخص کنین و بعدم باقیش رو بسازید. همه چیز باید دقیقاً این شکلی باشه و حواستون باشه که روی پورتال‌ها و دیوارا تورچ باشه. اینم بگم که حواستون هم به این لیلی پدها باشه که حتما برشون داره. خب حالا برید روی اون لیلی پدی که قبلا گذاشتید گوشه چانک. مستقیم همینطوری برید جلو و گوشه چانک بعدی رو مشخص کنید. حواستون باشه که حتما گوشه باشه. حالا با زدن F3 مختصات دقیق اینجا رو یادداشت کنید. بعدش دوباره به جلو رفتن ادامه بدید و گوشه چانک بعدی رو مشخص کنید. اینجا دقیقاً جاییه که میخوایم بریم بالا و پلتفرم رو بسازیم. یه لیلی پد جلوتر بذارید و زیرش یه بیلدینگ بلاک بذارید و بعد با اسکافولدینگ تا ارتفاع 160 برید بالا. وقتی به ارتفاع 160 رسیدید 2 تا اسکافولدینگ برید جلو. بعدش بیاید انتهای اسکافولدینگ ها و 2 تا دابل چست اینطوری بذارید. بعد این 2 تا اسکافولدینگ که گذاشتید رو بردارید و 2 تا دابل چست دیگه اینطوری اضافه کنید. حالا 6 تا هاپر بعد اینجا بذارید. 2 تا هاپر دقیقاً اینطوری و 4 تای دیگه رو به چستا. بعد از تمپراری بلاک استفاده کنید تا دور اینجا رو گلس بذارید. و حالا نوبت گذاشتن ماینکارت هاپراست. بعد روی ماینکارت هاپرها رو 2 تا گلس بذارید و این گلس ها رو تبدیل کنید به یه پلتفرم 2x3. روی اسکافولدینگ که اومدید بالا یه اسکافولدینگ دیگه بذارید و بعد روش یه گلس رو تبدیلش کنید به یه پلتفرم 4x4. دقیقاً این شکلی. حالا از گوشه این پلتفرم 4x4 که دقیقاً میشه اینجا باید 6 تا چست اضافه کنید. بعد به طرف داخل همشون رو دابل چست کنید و به همین ترتیب 6 تا دابل چست دیگه هم اضافه کنید. دقیقاً این شکلی. حالا روی همشون هاپرای رو به داخل بذارید. و بعدش 4 تا وال روی این هاپرا بذارید. بعد یه بلاک فاصله و دوباره 4 تا وال. این برای اینه که واتر اون طرفتر نره. حالا دقیقاً باید همین پلتفرم رو اون طرف هم تکرار کنید. اینطوری.
بعد از اینکه این کارو کردید بیایید رو پلتفرم 2x3 دو تا اسکافولدینگ اینجا بذارید و دورش رو با شیشه ببندید. حالا به ارتفاع شیشه ها 2 بلاک اضافه کنید. بعد 2 تا واتر اینجا بذارید و از تمپراری بارد استفاده کنید تا روی اینجا رو ببندید. همینطور که میبینید یه تونل درست میشه که باید اینو تا ارتفاع 190 برید بالا. وقتی به ارتفاع 190 رسیدید باید پشت سرتون دقیقاً اینطوری یه پورتال معمولی بسازید. حواستون باشه که روی سرش تورچ بذارید. بعدش با گلس اینطوری پشتش رو ببندید و این تونل رو تا بالا کامل کنین و سقفش هم ببندید. حالا میتونید پورتال رو روشن کنید و برید توی ندر. وقتی به ندر رسیدید این پورتال رو خراب کنید. برید نزدیک سقف ندر و بدراک 127 رو پیدا کنید. وقتی پیداش کردین با نردبون برین بالا و اینطوری با اندرپیل ازش رد بشین. حالا اون مختصاتی که یادداشت کردین رو باید تقسیم بر 8 کنین و اینجا پیداش کنین. چه برای من دقیقاً میشه این مختصات. وقتی که پیداش کردید تا ارتفاع 190 برید بالا. تو ارتفاع 190 دقیقاً اینطوری یه پورتال ساده بسازید. حالا هر دو طرف پورتال رو یه پلتفرم 4x4 بسازید. و بعدش اینطوری به ارتفاع 3 بلاک دور تا دورش رو ببندید. این بلاک‌های گوشه هم لازم نیست و میتونید برشون دارید. حالا داخل اینجا رو با اسکافولدینگ پر کنید. بعدش این دو تا اسکافولدینگ های جلوی پورتال رو بردارید و فنسکیت بذارید. هر دو طرف. و در آخر روش رو ببندید. حالا هر گوشه‌ای که دلتون خواست رو به یه پلتفرم 2x6 تبدیل کنید. دقیقاً این شکلی. و بعد دقیقاً اینطوری یه ردستون کلاک بسازید. وقتی که ساختینش اون 38 آیتم رو باید بذارید توی این هاپر. بعدش برید روی پورتال و یه خط ردستونی دقیقاً این شکلی درست کنید. حالا این ابسیدین رو بردارید و وقتی که مطمئن شدین که فنسکیت ها با موفقیت باز و بسته میشن پورتالتون رو بسازید و برگردید به اوورورلد. وقتی رسیدید به اینجا بپرید پایین و 2 تا آیرون بار پشت سرتون بذارید. بعدش روی اسکافولدینگ ها رو اینطوری با شیشه ببندید. 2 تا ترپدور روی شیشه های بالایی بذارید و 2 تا ترپدور آهنی اینجا. حالا این 2 تا شیشه اضافی رو بردارید و دقیقاً توی این دیوارها ردستون براک بذارید تا آیرون ترپدورها بسته بشن. بعدش 2 تا لدر اینجا بذارید به علاوه 2 تا فنس روبرو و دقیقاً زیر پاتون دوباره آیرون ترپدور.
حالا این دوتا گلس رو هر دو طرف اینطوری ادامه بدید و شروع کنید به گذاشتن چستا دقیقاً این شکلی. این برای گذاشتن آیتمای شماست که اگه خواستید میتونید استفاده کنید. بعد روش هم اینطوری ببندید. این گلس که روی اسکافولدینگ رو بردارید تا بتونید برید پایین و به جاش ترپدور بذارید. حالا به نردبونا 2 تا واتر اضافه کنید و خواهید دید که هر دو طرف واترها شروع به حرکت میکنن و این باعث میشه که آیتما جمع بشن. خب این قسمت فارما هر چیزی که دلتون خواست میتونید بسازید. اگه خواستید که این چندین تیبل بسازید میتونید که اینجا رو بزرگتر کنید. البته بهتون پیشنهاد میکنم که هرگز اینجا هیچ پورتالی نسازید. خب حالا فقط میمونه مرحله آخر که باید بپرید پایین و پورتالا رو روشن کنید. بعدش دقیقاً این گوشه‌ای که فارما ساختید یه پلتفرم 7x7 سلسن بذارید. حالا دوباره کنارش یه پلتفرم 7x7 دیگه هم بسازید. حالا بعد همینو با اختلاف یه بلاک این طرف تکرار کنید. دقیقاً این شکلی. وقتی که کامل شد همه چیز باید این شکلی باشه. خب دیگه فارم شما آماده است و وقتی که برید بالا مثل آبشار سرازیر میشن. برای این فارم هر شمشیری که دلتون خواست میتونید استفاده کنید. فقط یادتون باشه که یه سویپینگ اج 3 داشته باشه با یه مندینگ. راستی حواستون هم باشه که لباساتون هم قوی باشه. یا حتی اگه نبود اشکال نداره. میتونید که از غذایی که بهتون میده استفاده کنین تا جونتون رو پر نگه دارین. اگه خواستید که با اتو کلیکر AFK کنین فقط کافیه که یه دونه دفت و یه ترپدور اینجا بذارید تا همه XP ها بیاد دستتون. و وقتی که دقیقاً اینجا وایسادید فارم شروع به کار میکنه. خب رفقا این هم از آموزش امروز و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. منتظر آموزش‌های بعدی هم باشین و بعدا میبینمتون.